به نام خداوند بخشنده و بخشایشگر. امروز در خدمت علاقه‌مندان همراهان عزیز و ارجمند هستیم در خصوص معنی واژه دفاع شخصی و تعریفی در این خصوص. دقت بفرمایید، دفاع شخصی معنیش با خودشه. دفاع شخص یعنی شخص بتواند با استفاده از فنون هنرهای رزمی در مقابل مهاجم از خودش دفاع کند. و تعریفش یعنی این که شما با استفاده از تمرینات فنون هنرهای رزمی به قدرت بدنی، سرعت عمل، انعطاف پذیری، چابکی و تمرکز فکر به 100% توانایی برسید و بتوانید با استفاده از این فنون در مقابل مهاجم از خودتون دفاع کنید. این فرایند آموزش رو باید حتما در سر کلاس‌های حضوری یاد بگیرید زیر نظر مربیان مجرد. دقت بفرمایید، واژه‌ها و مفهومی که برای دفاع شخصی در فضای مجازی دوستان به شما معرفی میکنن اشتباه است. دفاع شخصی یک رشته خاص نیست. دفاع شخصی هم مجموعی از تکنیک‌ها و تاکتیک‌های هنرهای رزمی هستش و شما اون چیزایی که در فضای مجازی مربیان عزیز به شما آموزش میدن دفاع شخصی نیست، فنون رهاییه. اینی که مثلا به عنوان مثال مچ دست بنده رو بگیرن من بتونم از دست مهاجم رها بشم، این بهش میگن فنون رهایی. ان شاءالله با همراه عزیز و ارجمند خودم جناب آقای علیرضا صادقی مقدم فرایند آموزش فنون رهایی و استفاده از فنون هنرهای رزمی در مقابل مهاجم رو به شما آموزش خواهیم داد و تا دیدار دیگه شما عزیزان رو به خداوند منان میسپارم. ما قدرت را افزایش، تن را پرورش میدهیم تا صلح ما نشانه ضعف ما نباشد. درود بر شما.